با درود بر شما هموطنان گرامی، صحبتی دارم با جوجه بز کوهی تجزیه طلب علی جوانمردی. علی جوانمردی، تو میخوای کردستان رو از ایران جدا کنی. تخم بواتی همین امروز خودتو جدا کن. اگه تخم بواتی همین امروز خودتو جدا کن. چطوری جدا کنی؟ فارسی حرف نزن. زبون فارسی مال ایرانه. تو که میخوای کردستان رو جدا کنی، اول خودتو از ایران جدا کن. از امروز فارسی حرف نزن. اگه از امروز فارسی حرف بزنی تخم بواد نیستی. تو کردی، زبون فارسی مال ایرانه، برو کردی حرف بزن. پدر سوخته، برو دیگه فارسی حرف نزن. تو کردی، میخوای ایران رو تجزیه کنی، خود اول تجزیه کن. زبون فارسی برو کنار، برو کردی حرف بزن. بز جوجه بز کوهی تجزیه طلب، فکر کسی هستی با لابی مجاهدین خر، با پولی که مجاهدین خر دادن تو رو گذاشتن صدای آمریکا، فکر کنی اونجا حالا خیلی بزرگ شدی؟ جوجه بز.